ما هیچ دخالتی در کارهای افغانستان نمی کنیم که کی بیاد کی نیاد، کی در رأس کار باشد کی نباشد، اما از ملت افغانستان ما حمایت می کنیم. مردم افغانستان همچنانی که در این 20 و چند سال دولت و ملت ایران هر چه توانستند در قبال افغانها و مردم مسلمان افغانستان کوتاهی نکردند. انصافا هر حکومتی در افغانستان اگر میخواهد که این مردم از او حمایت کنند بایستی دو چیز را مورد توجه قرار بدهد، یکی اسلام را، یکی استقلال را. مردم افغانستان مسلمانند و روی پایه‌های اسلامی پابندند. اصول اسلامی برای آنها بسیار مهمه. هر حکومتی که بخواد برای دلخوشی غربی ها و آمریکایی ها اسلام را و اسلام گرایی را همرنگی بکند بداند که از چشم مردم افغانستان خواهد افتاد. مردم افغانستان اسلام را میخواهند و همچنین استقلال را. این مردمی هستند که با نیروی مداخله گر خارجی کنار نمیان. با شوروی ها اونجور عمل کردن. شوروی ها ضربه‌ای که در افغانستان خوردن از کشورهای اروپای شرقی نخورده بودند. مجارستان، چکسلواکی، لهستان، همه اینها شبیه قضیه افغانستان در اونها اتفاق افتاد. یعنی شوروی نیروی نظامی اونجا وارد کرد، لکن هیچ کدام از این ملت ها که اون رو شوروی سابق نیروی نظامی وارد اونجا کرد و تصرف نظامی کرد، اینجور ضربه ای رو به شوروی نزده بودن که افغان ها زدن. اینجوری افغان ها